واقعیتشو به ما نگفتن. ما چنگیزخان واقعیتشو میدونیم، تیمور رو میدونیم تا حد زیادی. میدونیم چنگیز وقتی مرد کلی اسب و دختران زیبا رو قربانی کردن باش، ولی تخم و ترکه تیمور کاری رو نکردن که تخم و ترکه پیامبر عظیم‌الشأن اسلام و علی بن ابی طالب انجام داد. در ایران، در فتح ایران 1000 نفر در دره گرگان گردن زده شدن، 54,000 نفر بعدها در شهر گرگان کشته شدن، 2300 نفر در خوزستان، سیستان و تیسفون اعدام شدند، 40,000 نفر در شهر گور قتل عام شدند. در فتح استخر تا 100,000 نفر مردم کشته شدند، 40,000 نفر در طبس، هرات و قهستان اعدام شدند، 70,000 نفر در شره و آلیس گردن زده شدند، 50,000 نفر در چالوس، رویان و سرخس اعدام